که بروی الله سبحانه و تعالی روبرو میسی تو خودت و عملت است. عملت تو رو نجات میده. تمام عمر شما، تمام روزهای شما بخیر باشد. دیگ میشوید، دوست الله میشوید، ولی الله میشوید و الله شما رو کمک میکند و همه گناه های دیگر رو. و تو ساکت بمانی، پس چی کسی میخواهد که جاهلان را راهنمایی بکند؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیزم، الله سبحانه و تعالی به هر یک شما برکه بدهد و همه من و شما را ثابت قدم در راه توحید موفق نگه بدارد. میخواستم یک مسئله مهم را به شما برسانم. مسئله این است که آمیخته کردن نشید به صحبت‌های درسی یا به موعظه. یک نفر صدای خودش را تسجیل میکند، درس را تسجیل میکند، مثل من، مثل بنده که درس ها را تسجیل میکنم و به شما میگذارم. کسی اینها را بگیرد و به این نشید همراه کند و زیبا کند و گذارد، حکمش از نظر اسلام این بدعت است. نشید گذاشتن و آمیخته کردن سخن علما و طالب علم به نشید این بدعت است، جایز نیست. این کاری که شما میکنید و فکر میکنید که شاید خوب است، یک کسی شاید این چنین عمل را دوست دارد، دل انسانی را رقیق میکند، این بدعت است. دل انسانی را با نشید ملایم کردن البته این جایز نیست. دل انسان را تلاوت قرآن، ذکر الله مطمئن و آرام میکند. و ما حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را نظر میکنیم. 23 سال در راه الله دعوت کردند. یگان دعوتشون به نشید آمیخته نبود. این طور نبود که رسول الله صحبت کنند، دو صحابه از دو طرف کم کمی صدا برآورند و ناله کنند و دل مردم آرام کنند. این چیزها لازم نیست. الله به شما برکت دهد. بعضی انسان ها نفهمیده این عمل را انجام میدهند. میبینید سخن شیخ، یک امام اهل سنت را که یک کبار علما هست، میبینید که به نشید آمیخته شده است. ابو عبیدالله سخنش را میبینید که شیخ ابو عبیدالله حفظه الله سخن با نشید آمیخته شده است. البته این درست نیست. این خدمت کردن به اسلام نیست. این انجام دادن بدعت است، انجام دادن یک منکرات است، انجام دادن مخالفت شریعت است. از همین رو من به شما برادران و خواهران مراجعت میکنم، به برادرانی که این درس های ما را منتج میکنند و به یوتیوب میگذارند مراجعت میکنم که شما را به الله قسم در حالت منتج کردن نشید را همراه به سخن نکنید. قسم به الله که ما به این عمل شما راضی نیستیم. شریعت راضی نیست. این مخالف سنت رسول الله است. این مخالف سنت صحابگان است. این چنین عمل هیچ وجود نداشت. این برای دعوت کردن هیچ فایده نمیدهد. بدعت وسیله برای دعوت نمی شود. ما در درس‌های توحیدی چندین مراتب تکرار کردیم که یک امر گناه، یک مخالفت شریعت، یک مخالفت سنت، یک بدعت هیچگاه نمیتواند که وسیله به سوی توحید باشد، نمیتواند که وسیله به دعوت باشد، وسیله در دعوت باشد. این جایز نیست. پس برادران عزیز، به من خبر دادند که یک چند سخنهای مرا کسی گرفتند به یوتیوب به نشید گذاشتند. البته این رو حذف کنید
الله به شما برکت یاد. شاید ندانسته کردید، به نیت خوب کردید، اجر گرفتید، اما اینا پاک کنید، اینا ادلیت کنید، حذف کنید و بعد از این گشته بینشید شما اینا منتج کنید. در اول سرشوی درس اگر یک آیت قرآن مونید، یگان غزل خوب مونید، در اول در آخر خوب است، اما در حالت سخن نه، جایز نیست. خواهش دوم این است که کسانی که سخنها رو منتج میکنید، البته این خدمت است، خدمت به دین، خدمت به توحید، خدمت برای منتشر کردن، این خود دعوت است. الله به شما برکه بدهد. اما در حالت منتج کردن یک زنی که عریان است، بگیم سرش لوچ است، گردنش و دستش می نماید، این چنین رسم ها را در حالت منتج کردن ویدیو نگذارید. این پهن کردن فساد است و این جایز نیست. یا یک زنی که حجاب دارد و رویش کشودگی است، روی وی رو آورده به مردم نمایش دادن، این همه جایز نیست. برادران عزیز، بیایید همه کاری ما موافق توحید باشد. توحید به همین هم تعلق دارد. همه موافق شدن به سنت، همه موافقتی که به سنت انسان میکند، این از توحید است. ما باید 100% تسلیم باشیم، به کمترین چیزها نظر کنیم. حالا که این چیزهایی که ما میگیم کمترین نیستیم، بدعت است. بدعت از گناه کبیره گناهش وزنین تر است. ما همیشه تکرار میکردیم و میکنیم که در حالت منتج کردن سخنهای طالب علمان اهل سنت، علمای اهل سنت، نشید رو کار نبرید. شما صورتهای زنهای حجابدار و به حجاب رو کار نبرید. چی برسد به موسیقی؟ خود شما میدونید موسیقی اصلا حرام است. اصلا یگان جای نباید یک ذره هم از موسیقی جدا داده باشد. و وقتی که ما انشاء الله با نشان داده شریعت عمل کردیم، همین هم عمل است. بله، ترک کردن بدعت عملی بینات بزرگ است. انشاء الله دعوت ما منتشر می شود و اجر می گیریم. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم. و البته در حق برادران و خواهرانی که به این گروه تازه همراه شدند، دعا میکنیم که الله شما را برای آموختن توحید توفیقتان بدهد. کسانی که تازه به این مجموعه های درسی مبارکه همراه شدید، کوشا باشید و درس ها را از اولش گوش بدهید، با ترتیب گوش بدهید. از هر کجا گوش دهید خوب نمیفهمید، اما وقتی که با ترتیب گوش دادید، صبر کردید، در مدت 1 سال نیم سال شما ان شاء الله از دین خود، از توحید خود با خبر خواهید شد. و این برادرانی که منتج میکنند، خدمت میکنند، منتشر میسازند، در حقشان البته خودی بنده دعا میکنم و از شما طلب میکنم که دعا کنید که کمک کنندگان طالب علم زیاد باشند و درس‌های توحیدی، درس‌های عقیدوی اهل سنت و جماعت پهن بشود، تا که اهل بدعت خار شوند، شکسته شوند و کلمت الله سبحانه و تعالی بالا باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.